تو ببر دیگره کار شوم کاره تو ببر دیگره کار شوم کاره بله بیبی جون آنه جو برو کمی گله سرشوی بستونن این مکام هم میرم بچون چویه ایشونه میکنم گله چی؟ سرشو گله سرشو؟ آه مو سر شما میریزه؟ آه خیلی میریزه نانه جو ایشونه میکنم بیبی های بیبی مکو میگم بیبی آخه کدوم من درد گیری بیبی مکو میگم بیبی اگه ما این که موها شما خیلی میرزه موها شما آه نه بیا سایی بکن تو سر خوشمونه میکنیم ای آنه اینجا شونه کردم تو بیا نگاه کن که چی حاله بچه می سایی با آنه ببینی اینا هم آمال ریختن آنه بیبی یک کردگه کنیم اگه ما این که سر شما موها سر شما نره قراره که دیگه سر خربت را شدیم میشه ها گردنم بند باشه من پارسالکا خوب پارسالکا که بیاد چه من که سر خربت را شدم موها سر من سوز کن الان ما این بیبی جان سر شما خربت را شدم کلون میشه رشد میکنه پرزور میشه خوب نانه جو میتونی بترشی اینه ها برو بستونم مشینی ها برو بستون چی میره به سلمنی و مشینی میستونم مشین کنم بیا چی؟ سر شما بترشید؟ از خودت ترشیده بودی نه؟ آه برو پاره بستون سعی کنی خدا خوب پرزور بود چه نانه جو بیبی جا برای شما بالا پشت بوم تو برو بیا پشت بوم برای یا تحصیلا برای من میرم من قرار که دیگه مشین دیشی میخرم از مشین پلاستیکی یا مشین از همسای چیز استو یا راسته بس خیلیاته جانجوره سلامت بشی خیلیات گیلا خیلی خیلیاته کردشتی دیدی کنه دیگه عظیمه گفته واقعی دید که مشتری هم داری؟ به اشتری بابا کاش که من می آمدم مثل تو یاد میگرفتم من آره عباس رقیف یک کار بکن همون مشین خلبده مشین؟ 10 دقیقه به کاره مشین ریشه؟ نه مشین ریش مردم سرای نانه خب بفهم خود چیکار میکنی؟ با کار دارم سر خود کار میکنی؟ نه من نمیتونم بدم مشینه گیلب جاگه برار داری و چی هر که هست بیا اینجا سر کام کنی چرا؟ مشینش تو میبری خراب میکنی او کسی هستی که بیارم اینجا تمام افغانستان به این دکون رو جمع میشه کی نه نگه؟ بگو بیبی به کست موها سر بیبی من خیلی میریزه خب بفهمیدی بوها سر بیبی من همیتا میره مثل که او جور یاله نمیدی که به جور خراب کرده میره رو به زمین ها همیتا موها سر بیبی من میره گفتم بیبی انا این مسلیاتیه گفتم خوب گفت بیا بیبی انا بیامدم گفتم من بیبی میره که اوله که با تو خیلی تا به جایی که جا داره گفتم به عباس سلام میگی کو به جمع نواسه منه بعد به عباس سلام بگو بعد از سلام به عباس بگو که من ماشین خود بده که سر من گلگ ماشین کنه سر بخواه ماشین کنی تو دیونه شدی که گلا چرا؟ یا صبح سر خواهد دست دی چرا؟ همه سر خواهد زن کی سر خواهد میترشونی که تو سر بخواه میترشونی که بلاله مثل که تو گفته شیار میاد شیار کو زمین گندم بکار الان سر بیبی خود شیار میکنیم مثلا که موهاکای رشد کنه رشد انرژی بگیره گیره دیونه نشو خود تو فکر کن بس من دیونه تو شیار تو همه ماشین خود به من اعتبار میبینی خب بله و 10 دقیقه میاد پول بده مفتنی بری به 10 دقیقه میاری چند میاری؟ اینجا مشتری می ماشین نیه پول بده جوان سر کنی کارتونا پر همه ماشین نیه
برای ما تو میبری ما مثلا یک مشتری از سر حکم میکنم چی به خونه زمین بید حکم کنی تو الان چی ری ببدیم همه ماشین بود داری پولا نداری گپ زن رقیفتگی چی؟ ماشین میدن دن خلاص پولا رو بیارم خوبه میاری صد بزن بیبی ما داره نه خراب داری خراب نکن ماشین برو تو بیا نه با شب باز خوبه بینه خراب نکنی خوبه خب انال بیا سکو تو بچه خاله جو ای کجا روشن میشه انال تیو تو روشن کردن یاده داری خب تو بگو من میفهم بله بیرم میتو کنو این چشمنگه چیه با خلاص بکن روشن نکن تا کجای دارم روشن کنی مثلا میتا نه موتور خراب میشه آه ها یه خاموش شد با بغزم خوبه آره برو بابا چارجر نداری بخونی خوب این دوم میخوره ها چارجر گلکسی میخوره نداری شما گلکسی ها گوشی داره ما خب به ایلا گیرک تو تال اکثر تو مشین ما نشو میارم عباس میارم دل جان زیری بیاری خوبه یعنی مال با برفته جل نداری جل نزنی بیبی بعضی جا رو میریزن که چیز نشه خوبه بیبی جو خوبه از عباس همسایه شما سلام هم به شما خیلی میگفت پاک شدی اما اینجا بشینی میبینی که سر شما خوش شه اما کمشو من نمیشه بیارم
یه مثل جاف کردم ببین ایشته ببین فقط خبزی پوست کردیم چیکار کردی عباس؟ ها؟ چیکار کردی؟ مشتری هم بیامد از ایدام؟ یا چند نفر؟ یا ها؟ تا بیا هستین؟ یا بشینید بشینید نشین دیگه عباس ها؟ بشینید نه گیلم مونو بسرا تک تو سرا بلیا چرا؟ من چه گوه کار دارم چه کار فلانه دیگه که اکثر رو بیخور میتره شما سر بیدی که متراشونو؟ بزار چی میگم این گیلن راست میگم اگر بچه چیزی از یا سر رو کم میکنم اگر نه سر چند نفر دار سر بیبی خوربت رسونده که این نفر گیلک برو غرقای بر میاره چی مدل کن کنم؟ همین که اگه اصلاحی بکنه اوه دفت نشد عباس ها؟ نیم ساعت خوب شد دادا خوب شد خیر بریم خدا همین نگاه پرزوره از ما که بطر کار اومدم گواه برفته راست میگی نسلیه بعضالالا آه همین خطا چه کار میکنی تو عباس خود اینا؟ و عباس بارگیه لباسا خوب باشید میره مکتب ای خدای پاک شکر یا الله زندگان خدمت باشه اول جامعه رفتنی نه دیگه بالاخره به جای یک آدم نرمش بیاد به سر کله خوب برسه 100% آدم باشه برای دست و کیسه خونه کنید جدی میگم باشه برو قابل نداره سلامت خدا برکت بده خیر بینم خیر باشه خیر بینم دادا خیر باشه خدا حافظ شما خیر با چه کاری میخندی دیل جو؟ چه کاری میخندی؟ چه تو من خنده گیریتم از زمان قدیم یاد ماما اکودی زمان قدیم؟ بله اکودی زمان قدیم؟ چه من دیدم خلوص برفته دنبال بوم تخمرخ کرده بود او خلوص که تخمرخ کرد مرتکه از ما بپرسید که به سر کوه خلوص تخمرخ کرده به افغانستان میشه این تخمرخ حقی و یا از ایران ما گفتم برو اگه به خاک افغانستان باشه خب خلوص خاک افغانستانه تخمرخ هم خاک افغانستانه بیبی شمانی بیبی سر خور کر بشین کردی بیبی
کی کردی به گیلکا او مرگا مفاجا بیبی گیلکا بگیره و قصر شما را از همه جا مشین کرده خاطر میرخ گفتن پرزور میشه بیبی بعد شما بی زنی بریدیم سرخو مشین کنه یه بیبی گیلکا یا دارین بدر میشون میخندی گفتم چرا میخندی یه قصی به ما بکهتمیز مغز سر من کرد که ایزه که با یه کجا خدا کرده با خدا مناری بیبی گیلکا نبینید شما را که ببینه دل میتن کنه بیبی با روز روشه سدی مقی میکنه باش بین برو پیدا کن یه لگه بعد دادی با بندازون السلام علیکم و چقاله دیار بگو من میگی لکه ندیدی یعنی با می دنیا یک وقتی هست که تو از این گیلک شکایت نداشته باشی دائم وقت برای این گیلک تو میگی دائم وقتی لگه دستگولی به او داده که من برای نیست و من در دروغ برای میگردم شما بخدیم برای سر کنیم بیبیر چی تیار کرده بگرد که کلی بیبیر پاک برسته بشینی با چون چگار کرده پاک کلی بیبیر بشین کرده یک چیز عجایبی بیبیر رد شده که گردن با بر تکر ببینه دل میتون اشتباه کرده این کار از کردن نبوده که شما برای سر کنیم برو این دیونه پیدا کنه دل من دادی بندازیم